شكرا يا ربي شكرا. از این قصه شما خواهید در حیرت افتاد و ببینید که در این بحث که غالب آمد بین شیعه و سنی. روز عالمان شیعه خواستند که یک بحث تشکیل بدهند بین خودشان و سنی‌ها و تمام عالمان شیعه جمع آمدند. از عالمان سنی کسی نآمد و خیلی انتظار شدند. یک شخص در آمد و در بعض جایها آمده است که این شخص امام احمد ابن حنبل بود و وقتی که امام احمد ابن حنبل پایافزال‌های خودش را میکشد و گرفته در تی کشش کرده داخل میشود و عالمان شیعه دیده و در حیرت میافتند، میگویند که نخو ما با همین شخص بحث کنیم زیرا این بی عقل است. و در این مجلس عالمان شیعه خیلی زیاد بودند. از عالمان سنی یک امام احمد ابن حنبل آمد و امام احمد گفت اگر من در این بحث غالب آیم بدانید که تمام سنی‌ها غالب آمدند. اگر من در این بحث شکست خورم بدانید که تمام سنی‌ها شکست خوردند. بعد بحث را شروع میکنند. عالمان شیعه میگویند که آخه تو بی عقل هستی، ما چه خیلی با تو بحث کنیم؟ اگر تو عقل میداشتی پایافزال‌های خودت را با خود میدرآوردی. امام احمد چی گفت؟ گفت در زمانهای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شیعه ها دزد بودند، یعنی که پایافزال‌ها را میدزدیدند. و عالمان شیعه چنان خنده کردند که در سخن امام احمد ابن حنبل و گفتند آخه در دوره های پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شیعه نبود. و امام احمد همین سخن را انتظار بود که از دهن آنها برآید و گفت با همین بحث ما تمام، زیرا در دوره های پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شیعه که نباشد شما از کجا پیدا شدید؟ و عالمان شیعه در این سخنها دیگر یگام سخن گپ نزدند و خب کردند. و در بعض کتاب ها آمده است که این بحث را پادشاه ایران تشکیل کرده است که در قصر من همین بحث میگذرد بین عالمان سنی و شیعه. و بعض عالمان میگویند که این امام احمد ابن حنبل بود، در زمانهای امام احمد ابن حنبل بود. و خود دیدید که برادران عزیز، امام احمد ابن حنبل به یک سخن عالمان شیعه را شکست داد و ما باید شکرانه کنیم که در بهترین مذهب هستیم، ما سنی مذهب هستیم. از این قصه خلاصه خود را ببرارید، ببینید که حق کجاست و باقی در امان الله باشین تا قصه های نوبتی.